حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخش‌هایی از ترکیه میشد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس‌ها و نارضایتی مادها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه مادها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش